ضرب در 3 تندترین حالت نودل. چرا دهانشو نگرفتیم؟ تو رو خدا برو ماست بخن. بازنده دوباره بخواد مجازات شه. این خودش مجازاته. سوسیس دیگه چیه؟ ما هم داریم. نودله رو گرفتیم. حالا بازش کردم همسان نبود. این نودله رو گرفتیم. ضرب در 3 تندترین حالت نودل. قراره بسوزی. برو ماست بخر. تو رو خدا برو ماست بخر. مرسی. بگشتیمش تو آب. این سوسا رو قاطیش میکنی میشه تندترین حالت ممکن. نجات هم میدی؟ بعد اینکه سوختم حالا دوتامون نجات پیدا کنیم نمیریم واقعا خیلی تنده بچه. من دفعه پیش به نودل ساده گرفتیم یه ذره از این قاطیش کردن داشتم میسوختم. خداحافظ. امیدوارم که خیر باشه. برو تو این که نودل معمولیه. یا اول صبور نکن. نه صبور همش نه. همشون مگه چالش نیست؟ خب بریم. باشه. ولی بوشتانش. یا اول. وای این بده. این چه؟ این نمیدونم میگم چیز جلوگو کنجده رو مهدیس هم میزنه. نه چیزی که قراره بخورم و بذار خودم سلام بچه به چنل یوتیوب من خوش اومدید. امروز اومدیم با یه چالش سمی. واقعا سمیه به نظر من. تا حالا شهرزاد تو ویدیو یوتیوب هم نبیده. اومدیم. من شهرزاد تیک تاک هستم. میگم چیز از اهواز. بچه اینو گرفتیم. اینو گرفتیم. تندترین نودل کره. تندترین آره دیگه ضرب در 3. چهارش هم هست؟ هولی شیت. چرا چهارش رو نگرفتیم؟ بچه واقعا انقدر تنده. من پنیریشم خوردم تند بوده. اینو من ریاکشنی نسبت به اونا نشون نمیدم. یعنی اوکی ام با تندیشون. ولی خب میخوام ببینم این ضرب در 3 فکر کنم بمیرم. من خیلی تندی رو نمیتونم بخورم. ایشالله که خیره. آها بچه این کیمچی اسمش. ترشی کره. اینم تنده. هرچی میره. ولی کیمچی خیلی خوشمزه است. آره این چیه توش؟ این چیه؟ کلم و کاهوه. کلم و کاهوه. ترشی کلم و کاهوه. مرسی. اینم فافیفه تا حالا امتحان نکردم و نمیدونیم چیه. سوسیس دیگه چیه؟ سوسیس کنسرویه. خب اوکی. آره بریم نودلا رو بیاریم. تابلو نیاره. بفرمایید میخوام ازتون پذیرایی کنم. با من شادت مار تو بیشتره. بگم من بمیرم. ویدیو یوتیوب منی چون بچه گوشم تنده. حتی 1 2 3 با هم دیگه شروع. نه دارم گوش میکنم. این خیلی زیاده ها. تو از زیاد بخوری دردش کم. این میداده. آنه وای فعلا خدا حافظ. بیا یه کاری کنیم. هر کی تعداد قاشقایی که ماست که یه لحظه نمیتونی صافی. ببین تعداد نو بیکاز هر کی تعداد قاشقی ماستی که گاز برمه هر کس تعداد قاشق کمتری از ماستا خورد برنده است. اوکیه؟ تعداد بیشتری قاشق ماست کمتر. ها بازنده دوباره بخواد مجازات شه. این خودش مجازاته. مجازات نداریم فقط میبازیم. همین. کی گفت حالا برای من ماست بخورم؟ اونجایی که ماست دوست دارم شاید من بیشتر بخورم. ولی خب بازنده ای. یو من بخوریم من میسوزم. 1 2 3 بگیم. من دوست دارم همشو بخورم که دیگه نتونم هیچی دیگه نخورم. میمیری در جا. تو داری نصفشو میخوری. بریم بچه یک. وایسا من یک. آها میدونی من چرا نمیتونم فکر کنم بخورم؟ گلومو عمل کردم. راستی آره لوزه‌هامو بریدم. بریم. وای هستم بریم. ما هم داریم.
اوکی باهاش؟ دستم داره میلرزه. خیلی تنده. داری الان برمیاری؟ آب که باشه. این تازه تو من اصلا رو حس نمی‌کنم دیگه. وای وای آبریزش بینی گرفتم. دست با واسه تو کمتر بود. دارم به چخ میرم. خدا داره کمک کنه. فکر کنم کل دهنمون تا خیلی تنده ولی من نمیخوام کم بیارم. دستم واقعا داره میلرزه. اصلا دست نودل شوری بخیر. دهنم سر شده. دستم باران. ببخشید. 2000 years later. من ولی خوردم تا تهش میگمش نیست. آره نصف بیشک شریخته اینجا. لبا قرمز شدیم. من قرمز شدم. قرمزم من تو قرمزی. تو چشات خونه. دهنمو واقعا حس نمی‌کنم. ماست خوردی؟ نه. از این هم حساب کنم. انقدر دیگه الان دهنم تنده خب اصلا نمیتونم مزهشو نمیتونم بفهم. خدا کنم میشه از دست داده. این که تون نبود نسبت به اینا. نه تو رو خودم خواست تون باشه. ماست نه. وای جوابمون بهش تو تموم نمیشه. میخوام من بخورم چون ریخته بودم واسه من خوشمزه هم بده. خوشمزه است؟ بچه من اولین بار دارم انقدر تو کنم. 10 در 3 بود باورم نمیشه. همونطورم که دیدید همه سسش آخر کم داره میلرزه. همه سسش رو ریختم توش. میدونی چی بدیش چیه؟ وقتی دیگه نمیخوری دهنت بیشتر میسوزه. آره دقیقا ما خوردیم که دهنمون نسوزه. واقعا نظر تو بگو نسبت به ببین من که از همین نودلای این برند و سامیان رو خوردم. اون کیمچی بود نمیدونم خوردیم یا نه. همه این ترشیش بود. آره طعم کیمچیش بود. بعد تندیش به همین اندازه بود. حالا مثلا یک کمتر. برای همین تونستم یکم تحمل کنم. ولی این احساس میکنم به جای تندی سوزشش بیشتر بود. امتحان نکنید. واقعا چیزی نیستش که از دستش بدید. همین آها اگه میخواید یکی رو اذیت کنید یا کسی که میاد خونتون خوشتون نمیاد ازش از اینا بذارید بهش بگید نودل واسه درست کنم. اونم میگه بعد حتما چیه بگو و اینا میذارید جلوش برند ایرانیه واسهش بریز. چه میفهمه مثل چی میسوزه. نظر من واقعا تون بود. اون چیزی که من چون خیلی تند میکنم اون چیزی که انتظار داشتم خیلی نبود. تند ریلکس میکنه اینطورم
انگار مثلا داره شیرینی ولی میخوره. فکم لرزید خدایی. من حرف بزنم وسطش میسوختم دیگه قطع میشه. خیلی بد بود واقعا. ولی مجازات مثلا توی مجازات جرأت حقیقتتون میتونید استفاده کنید تو بازیاتون. دیگه نمیتونی حرف بزنید. آره دیگه یکی بخواید اذیت کنید چیز بکنید خودتون نخورید. مرسی که این ویدیو رو دیدید. سوختگی و پارگی رو دیدید. از اینکه سوختیم حداقل یه لایکی، کامنتی، سابسکرایب کنید. چیزی یادتون نره حتما. و اینکه دوستتون دارم. دوست داشته باشید. اگه شما هم امتحانش کردید نظرتون رو راجبش بگید. اگه نکردید حتما سر دشمناتون بیارید. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. لایک، سابسکرایب، کامنت یا خود نره. بیا ببرم خوبت کنم.